بچه سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گیم ویتیو. بریم یه بازی دیگه داشته باشیم از دلتا فورس موبایل. بازیمون خیلی سریع انتخاب میشه، کاراکترم هم توکسیک هست. ما اسلحه جدید رو که داشتیم داریم امتحان میکنیم و تست میکنیم و نتیجه خوبی رو ایشالله خواهیم گرفت. میبینیم نقشه رو، باید حمله کنیم. B1 رو گرفتیم، میریم سمت B2 و ببینیم درگیری ها هم زیاده. بچه ها سینخیز هستن اینجا. رد میکنیم میریم و این سمت B2 رو بگیریم. 175 هم تایمون رو زده. یکی بالاست، برم بالا از جا برم بالا. دیدینه کجاست؟ خب این رفت. یه جا دیدم تیر میخورم من. باید بپریم پایین. آها خب کجا هستی که داره ما رو میزنه؟ آها اینجا شد. سریع رلود کنیم. حالا اینجا رو بزنیم. خب اینم از این. B2 بچه ها اومدن و هستن اینجا. آره اینم رفت. پشتم بریم تیر میخوریم. سریع تر باید گرفتیم اینجا رو. دوزا زدن. ببینیم که باید داریم با عدد دیگه دوزا و همینجوری دارن ما رو میزنن. B2 رو نتونستیم بگیریم. دوباره حمله میکنیم، دوباره میایم سمتشون و امیدوارم که بتونیم بگیریم اینجا رو. تایم هم 157 هست. نمیتونیم انتخاب کنیم از کناریار دیگمون میایم بالا و اینجا رو این سری میخوام از این بالا برم ببینیم میتونیم بالا میتونیم بکنیم. اینجا رو میزنه رفت. یه چی روزا زدن بچه ها هم ریختن. ما هم کم کم دیگه بگیریم اینجا رو. بله ساپورت میکنیم. B2 باز فکرم یه دوش هست که داریم بارد از پشت سر من بود. اصلا متوجهش نشدم پشت سر من اومد. یکی هم بالاست. دوباره میایم سری میام بیرون چون که دیگه میدونم اینجا درگیریه، کسی نمیاد کمک من بده. دوباره انتخاب میکنیم. توکسیک نسبت به کاراکترهای دیگه یکم ضعیف‌تر هست، یعنی زودتر میمیره و قابلیتی که داره اسلحه‌هاش هست. این اسلحه‌ای که داره همه کاراکترها ندارن و اسلحه خوبی هم هست. بردشون کمه ولی قدرتشون خیلی زیاده. حالا من این اسلحه P90 رو انتخاب نکردم که فقط بازی کردم چون هر سری متنوع بشه. فرد شدی و پرواز کردم. خب دوباره بریم به سمت ساختمونه. پرچمه اومده پایین. آها زدیم نگرفت اصلا. خب دیگه داره پر میشه و احتمالا دیگه گرفتیمش اینجا رو احتمال خیلی زیاد گرفتیم. منتظریم و انمی نمیاد. B2 تمشید باشه. خب بریم یکم دخل اینا رو بیاریم. جونم سریع کم شد. منتظریم ببینیم چه صورت که میدونم خوش بود سازدم. برم نرم پردازن روی که میفرسی یا پرنده ها. اینا خیلی خوبه، کمک میکنه، درگیر میکنه انمی رو. بعد شما میتونید چیکار کنید؟
پیدا کنید. اصلا یه جاهای قایم میشن، خب واقعا هم درگیرشون میکنه، هم از جونشون کم میکنه، استرس بهشون ایجاد میکنه. خیلی رفت من کیه اینجاست؟ کجاستون بازی میکنه؟ گل پسر بیا ببینم. الو ای بابا باش کانتینر رو چیکار میکنی تو؟ برو از پرچم دفاع کن. خب من خواهم برم C2 اینا رو درگیر اونجا کنم مجدد و اعتدادشون درگیر C2 بشن که بچه ها بتونن C1 رو راحت تر بگیرن و وقتی بفهمن که C2 داره کجایی، وقتی ببینن که ما اینجاییم اونا سعی میکنن برگردن سمت C2 هم که من اینجا هستم و حسابیت خجالتشون در دودزازه. نمیدونم کی هست اصلا دیگه اینجا. همین چیزی میزنم ببینیم کسی میخواه نخورد. سلام دوباره اونم نجات بدیم سریع به بازی. یکی از مزایای توکسیک همینه، امدادگر دیگه، ساپورته. تو کسی از ثانیه رفیقتو نجات میتونه بدی بیاد تو بازی و اینجا بازی 100 ثانیه است، یعنی ریلود اسلحت رو باید اینقدر خوب تنظیم کنی، ببینید چجوری کاستومایزش کنی که سریع بتونی حداقل کسری از ثانیه بتونی ریلود کنی. تعداد خشابات خیلی مهمه، عکس العمل خودت خیلی مهمه. اگه بخوای به بچه‌ها کمک کنی نباید خیلی درگیرشون بشی. مثلا کاراکترهای دیگه رو برداری، یوری رو برداری، 3-4 ثانیه زمانی بره که بخواد خدا یکی رو نجات بده. اونا دیگه چی نیستن دیگه، کمک دهنده نیستن، امدادگر نیستن. خب تا اینجا خوب داریم اوکی ما گرفتیم C2 ولی کسی نیست. من انداختم که حواسا پرچ این ور خودشون هم دودزا زدن، احتمالا دارن امداد میکنن. یکی هست وای خدا ببینید اسلحه خشاب تموم شد. ما پارک کنیم برمیگردیم دوباره برمیگردیم بیرون، برمیگردیم اینجا انتخاب میکنیم. سیوانم تا حدودی گرفته بودن ولی داره برمیگرده. کجا اومدیم؟ اینجا اومدیم، اینجا میمدن اسنایپر وای میستادن میزدن. بریم سیوانه رو نجات بدیم اول، بریم اونجا رو بگیریم. من خیلی درد میدن حتی C2 رو گرفتن که بچه ها اوکیشن نتونستن دیگه. اینم رفت کسی نیست دیگه اینجا. یکی اینجاست بکنم کجایی این بالا خوابیده اینجا. کجا خوابیده؟ تا رسیدم تو اتاقک زد. حالا یارمون فکرم زدش از اون ور که آها اومدن نجات بدید من آقایون دوستان عزیزی که دارین یار و یاورین نجات بدین دیگه بابا. فان گرفته شده سعی تلاش بریم C2 رو. آخ چه انفجاری این بمب که میزنن همین ها، میبینی ساختمون رو خراب میشه. کل دوستامون رفتن رو هوا. دوباره حمله خواهیم کرد. این دوستامون که فکر میخواد کناره همون اسنایپری که بارو وایساده بود حالا بیاد. یه فقط مونده C2 همه هجوم میاریم این و این رفت لادش هم کنیم. دوباره دنگیریم زمینش رفت. دوباره The enemy has taken over objective Charlie 1. Victory in sight. They can't hold much longer.
داریم. نشد. اینجا داریم میریم گرفتیم و رفتیم تو. خیلی هم خوب. آی خدا چی زد کسی از کمک من بده. دست دراز کردیم به همه. دست یاری هیچکی نمیرسونه. بیایم بیرون. خب هیچی نیومد درخواست. یک نفر قبول کرد و ما رو نجات بده و اینجا هم گرفتیم. تمام شد دیگه بازی. لحظه آخر ما هم در این برده شریک شدیم مجدد. خیلی خوب بود بازی. 10 دقیقه و 34 ثانیه زمان برد. تونستیم بگیریم. ببینیم چی کار کردیم. من بعد نبودم وسط بازی اومدم و نتیجه خوبی بود. امتیاز خیلی خوبی گرفتیم. امیدوارم که بچه‌ها دوست داشته باشین بازی رو. اگه که علاقه داشتین لایک، کامنت، سابسکرایب، آیدی منم هست اد کنید. بتونیم با هم دوست بشیم و بازی کنیم، لذت ببریم و کنار هم دیگه لحظات خوبی رو و شادی رو داشته باشیم. موفق باشین.